خب سلام به همگی. توی این قسمت میخوایم راجع به یک بحث بسیار مهم و واقعا حیاتی در سئو صحبت بکنیم. من میخوام اول ذهنیت رو به شما بدم، اینکه دو تا سایت رو در نظر بگیرین که راجع به خرید ساعت دیواری هستن. صفحاتی که مربوط به خرید ساعت دیواری هست که همتون الان میدونید که یک صفحه‌ای از جنس دسته‌بندی هستش رو ما داریم در هر دو تا وبسایت، سایت A و B. درست؟ خب حالا ببینیم در شرایط یکسانی که این دو تا وبسایت دارن چه شرایطی. گفتیم که موجودی محصول مهمه. جفتشون حدود 360 تا محصول دارن، حالا یکم بالا پایین. جفتشون برای محصولاتشون محتوای مناسبی نوشتن، محتوایی که کاربر وقتی میاد میخونه کاملا اون ساعت دیواری رو میشناسه، کیفیتش رو، اعتبار این وبسایت که گارانتی داره میده، چقدر سابقه فعالیت داره، چقدر این کیفیت که داره توی ساعتش ارائه میده خوبه. همه اینا رو اومدیم توضیح دادیم توی صفحه محصولات و هر دو وبسایت میتونیم بگیم که محتوای مناسبی دارند و هر جفتشون هم تجربه کاربری مناسبی رو در اختیار مخاطب قرار میدن. مثلا چی؟ منوی وبسایت رو وقتی که میرین داخلش میبینین که واقعا چقدر مرتب و منظم محصولاتشون رو دسته‌بندی کردن، گذاشتن، راههای تماس مناسبی رو نوشتن. شما وقتی وارد صفحه محصول میشین خیلی راحت میتونین عکسای مختلف مربوط به محصول، ویدیوی معرفی، جدول ویژگی ها، محتوا، همه رو ببینید. یعنی وقتی وارد وبسایت هر دو وبسایت میشید تجربه کاربری مناسبی رو دارید که ما در قسمت‌های قبلی گفتیم همه این موارد مهمه، جزء SEO آن پیج قرار میگیره برای اینکه یه وبسایت بتونه اون اصول سئو رو رعایت کنه و در نهایت بفروشه. حالا سوال خیلی مهم: وقتی دو وبسایت در همه چیز که تا حالا با هم مرور کردیم یکسان باشن، شرایط یکسانی داشته باشند، رفتار گوگل نسبت به این دو سایت چطور خواهد بود عزیزان؟ آیا الان گوگل به سایت A بهای بیشتری میده و در موتور جستجوی گوگل رتبه بالاتری میگیره یا سایت B؟ این سوالیه که بسیار مهمه و تمام وبسایت ها در این زمینه‌ای که الان میخوام به شما معرفی کنم با هم دیگه رقابت میکنن. بحثی که بسیار مهمه، پرهزینه است و متخصصین SEO، اینکه کی مهارتش بالاتره و تجربه بیشتری داره و کی پایینتر و کی میتونه در یک حوزه مثلا خرید ساعت دیواری رتبه ها رو از آن خودش بکنه، اینجاست که مشخص میشه. میخوام شما رو با مفهوم SEO آف پیج، یعنی اقداماتی در زمینه SEO که شما خارج از وبسایتتون باید انجام بدید، شما رو آشنا کنم. خب بریم اسلاید بعدی. SEO خارجی آف پیج که مبنای اون لینک ها هستن، مبنای اعتباردهی به سایتان. خیلی مشخصه که تو باید وبسایتت محتوای خوبی داشته باشه، ساختار درست، صفحات استاندارد، تجربه کاربری خوبی رو در اختیار مخاطب قرار بده. این که اصلا یک بایده، یک واجبه. در قدم بعدی توی SEO میرسیم به SEO خارجی که در این شرایط یکسان برای وبسایت ها لینک دهی وبسایت ها به همدیگه است که تعیین میکنه کی در گوگل رتبه بالاتری بگیره. حالا اینکه چرا لینک و اینا رو توی اسلاید بعد با هم دیگه مرور میکنیم، ولی بیاین یک ذهنیتی از لینک سازی بگیریم که اصلا چطور سایت ها به هم دیگه لینک میدن، این اعتبار چطوری منتقل میشه. که تو این گرافی که وجود داره که مربوط به پیج رنک گوگل هست، الان من اسمش رو به شما میگم، الگوریتم پیج رنک، الگوریتم که گوگل اون ابتدای فعالیتش ارائه داد برای اینکه سایت های معتبر، سایت هایی که واقعا وقتی مخاطب میبینه از موتور جستجوی گوگل که یه سایت خوب و در اختیارش گذاشته راضی باشه، این الگوریتم رو ارائه داد برای اینکه مخاطب سایت مفید رو ببینه و از اون تجربه‌ای که از سرچ داشته راضی باشه. این الگوریتم اومد به کمک. خب بچه توی این گرافی که داریم با هم دیگه میبینیم، ما سایت های مختلفی رو داریم: سایت B، سایت C، سایت F، E، سایت هایی که اینجا هستن حالا نام ندارن، سایت D، A. درست؟
ما فرض میکنیم که همشون به صورت نسبی محتوای استاندارد دارن، همشون تجربه کاربری استانداردی رو در اختیار مخاطب قرار میدن. حالا یکی بهتر یکی بدتر، ولی سایت هایی نیستن که مثلا یه سایت خالی باشه یا یه سایت بی محتوای بی کیفیت، اصلا همچین خبری نیست. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که و اینا رو هم شما امتیاز در نظر بگیرید. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که اینجا چه اتفاقی داره میفته. از سایت ای شروع میکنیم. سایت ای از سایت F و از این وبسایت ها اومده لینک دریافت کرده. به صورت تعدادی اگر بخوایم بشماریم 1 2 3 4 5 6 وبسایت، یعنی رقم بالایی بین این وبسایت ها اومده لینک دریافت کرده و باعث شده که به امتیاز 8.1 برسه. خب این وبسایت ها که 1.6 و این وبسایت که 3.9 خودشون این بنفشا از جای دیگری لینک دریافت نکردن، همونطور که میبینین امتیازشون پایینه. ولی این F به تنهایی به ای به اینم این لینک دو طرفه شده، لینک داده. بنابراین وقتی که از یک سایتی که خودش از 5 تا وبسایت بنفش با امتیاز 1.6 لینک دریافت کرده و به 8 رسیده، وقتی این به یه جایی لینک بده امتیاز 3.9 رو میتونه بهش بده. بنابراین اگر وبسایتی خودش لینک نداره یا لینک کمی داره، اینجا متوجه میشیم که خودش اعتباری رو آنچنان نمیتونه برای خودش جمع کنه، حتی اینکه اون لینک، حتی در این شرایط که تعداد لینک هایی که داره دریافت میکنه زیاد باشه. ببینید 1 2 3 4 5 از 6 وبسایت لینک دریافت کرد و شد 8. حالا میریم سراغ B. ببینید از سایت B رسیده به چی؟ چه عددی؟ رسیده به عدد 38. حالا ببینیم این از چند وبسایت لینک دریافت کرده. 1 2 3 4 5 و 6. خب ای هم از 6 وبسایت لینک دریافت کرد، ولی بی هم از 6 سایته. ولی چرا این 38 رو تونسته بگیره و اعتبار بالاتری داشته باشه؟ چرا؟ برای اینکه تونسته از وبسایت E، از وبسایت F و از وبسایت B که خود اینا لینک هایی دریافت کرده بودن قبلا از جای دیگه لینک بگیره و امتیازهای بالاتری اینا داشتن، بنابراین تونسته اعتبار بالاتری به دست بیاره. بنابراین اینجا متوجه میشیم که یک وبسایت اگر لینکی دریافت میکنه نباید اون لینک بی کیفیتی باشه. من اسم اینا رو بی کیفیت میذارم. میدونید چرا؟ چون خود این وبسایت ها اعتباری ندارن. ما گفتیم مبنای اعتبار چیه؟ لینک. وقتی اعتباری ندارن یعنی لینکی ندارن، درست؟ پس لینک مساویس با اعتبار. حالا من که دارم توضیح میدم، شما خودتون بعد از اینکه این قسمت رو دیدین قشنگ بشینید اینجا فکر بکنید و نتایج مختلفی رو بگیرید راجع به لینک ها. حالا وقتی دی تنها وقتی که از ای لینک دریافت کرده که 3.9 شده، اینجا هم دیدین وقتی ای لینک داد به این 3.9 شد. این 3.9 وقتی خودش به تنهایی به یه جا لینک بده به 3.3 میرسه اون وبسایته. چرا؟ چون این دی از ای لینک گرفته که این ای خودش لینک های زیادی داشته. پس نتیجه میگیریم که اگر ما خودمون برای وبسایت خودمون بریم اعتبار دریافت بکنیم و لینک دریافت بکنیم، باید سراغ سایت هایی بریم که معتبرن. اعتبار مساوی با چی بود؟ لینک. باید سراغ سایت هایی بریم که معتبرن یا لینک های دریافتی با کیفیت خوبی دارن. لینک های دریافتی زیاد ملاک نیستا. این سایت لینک های دریافتی زیادی داره، ولی آیا معتبرتر از بی؟ خیر، در صورتی که تعدادهای یکسان بین بی و ای که لینک دریافت کردند. درست؟ این گراف بچه بسیار مهمه، خیلی مهم، برای اینکه به شما ذهنیت لینک رو بده. مثال میزنم. خیلی از الان سئو کارها و آژانس های سئو هستن که وقتی دارن با کسب و کاری کار میکنن میگن که ما به شما
ماهانه 3 تا لینک میدیم برای اینکه لینک سازی سایتت انجام شه، برای اینکه به سایتت اعتبار بدیم. ماهانه 3 عدد لینک میدیم. الان با این ذهنیت متوجه میشیم که این حرف بسیار غلطیه، بسیار غلط. برای اینکه تعداد مهم نیست، بلکه کیفیتی که مهمه. و لینک سازی اصلا یک دنیایی برای خودش داره. این تعداد گفتنه اصلا خیلی حرف اشتباهیه. خب جلوتر بریم، حالا به بحث ارتباط و اینا میرسیم، خیلی بحث باز میشه قشنگ. اینجا باید ذهنیت اصلیه رو میگیرید. حالا ببینید وقتی که سایت B که 38 رو داره به یه جا لینک بده چه اتفاقی میفته؟ 34 رو بهش میده. نکته بسیار مهمی رو اینجا دریافت میکنیم. اگر شما باشید بخواید برای سایتتون لینک سازی انجام بدید، سراغ کدوم وبسایت میرید بچه‌ها؟ قطعاً که میایید سراغ سایت B، چون معتبرترین سایت اینجا سایت بیه. از 6 وبسایت لینک دریافت کرده که از اون 6 تا 3 تاش اعتبارهای بالاتری دارن. پس این سایت معتبریه. لینک های بیشترین لینک با کیفیتی رو که دریافت کرده، این نشون دهنده اعتبار و کیفیت دیگه. سایت B تونسته بشه 38 و من اگر الان بخوام برای سایتم لینک سازی انجام بدم، من میام از سایت B لینک دریافت میکنم برای اینکه 34 داره به من میده. نمیرم سراغ F، نمیرم سراغ این بنفشان، نمیرم سراغ D، سراغ هیچ کدوم نمیرم، میام مستقیم سراغ B. درست؟ شما هم در لینک سازی همیشه باید یک، تعداد رو فراموش کنید. ممکنه یکی بیاد به شما بگه من به شما 6 لینک میدم، مثلا ازتون 2 میلیون تومان میگیرم. یکی ممکنه بیاد بهت بگه یه لینک میدم 3 میلیون ازت میگیرم. ولی حالا شما اینجا ببینید این با 3 میلیون میارزه، ارزشش بیشتره، یا این 6 تا با 2 میلیون؟ قطعاً که این بچه‌ها الان شما کسی نمیتونه سرتون کلاه بذاره بهتون بگه که حالا اینکه کیفیت سایت ها رو چجوری بسنجید و اینا رو جلوتر توی سئو حرفه‌ای باز میشه قشنگ که شما بتونید به عنوان متخصص حرفه‌ای اینا رو بسنجید همتون. ولی با این ذهنیت باید برید جلو. یک، تعداد مهم نیست. دو، سایت رو باید انتخاب کنیم که خودش لینک های با کیفیت زیادی داره، معتبره، و از اون وبسایت ما بریم لینک دریافت بکنیم برای لینک سازی خودمون. پس این گراف رو مجدد لطفاً ببینید، ارتباط بین وبسایت ها رو ببینید و ذهنیت لینک سازی رو دریافت کنید. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که اصلا این لینک چجوری بین سایت ها وجود داره. بیام بهتون نکته بگم. بچه ببینید اینجا مثلا اون مثال رو که زدم، اگه شما سرچ کنید خرید ساعت دیواری، با در نظر گرفتن اینکه سایت 1 2 3 4 و 5 موجودی کالای کافی داشته باشند، تجربه کاربری خوبی رو در اختیار مخاطب قرار بدهند، محصول خوبی داشته باشند، موجودی کافی، همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه که همش رو با هم دیگه بهش میگیم سئو آن پیج، یعنی آن چیزی که تکنیکال خوبی داشته باشن، یعنی اون سئو آن پیجشون خوب باشه. در این صورت لینک ها هستن که تعیین میکنن ترتیب این رتبه بندی به چه صورت باشه. حالا موارد دیگه هم هست الان اضافه نمی کنیم، ولی اصل کار لینکه بچه‌ها، اصل کار لینکه. بنابراین این رتبه دهیه رو الان کاملا متوجه شدیم که گوگل رو چه حساب داره به سایت ها لینک میده. ببینید واقعا الان ما دیگه میتونیم بگیم در سئو ما صفر نیستیم. حالا بریم ببینیم که این وبسایت ها اگه بخوان لینک بخرن چه کاری انجام میدن. من میرم تو سایت زومیت که خیلی سایت معروفی هم هست در زمینه تکنولوژیه. 2 تا صفحه رو برای شما جدا کردم که تو این صفحات اومدن به سایت های دیگه لینک دادن. خب سایت فلای تودی، پارک برفی پنگوئن کیش کجاست، راههای دسترسی. این مطلب رو زومیت اومده برای فلای تودی منتشر کرده. ببینید اومدن راجع به پارک برفی پنگوئن کیش نوشتن، عکس گذاشتن و اینجا ببینید لینکه، گوشه صفحه چپ رو ببینید،
flytoday.ir هتل. از این صفحه زومیت لینک داده به کجا؟ هتل آسمان رویال، صفحه هتل آسمان رویال کیش در فلای تودی. این صفحه مهمیه برای فلای تودی. رزرو کردن این هتل برای فلای تودی مهمه، از صفحات مهمشه، پول سازه. ببینید اینجا مطلب تموم شده. بنابراین اینجا زومیت از این صفحه یک لینک به فلای تودی داد و اون ارزشی که تو اون گرافه با هم مرور کردیم منتقل شد. آیا زومیت سایت معتبریه؟ قطعاً که بله. وقتی سایتیه که قدمت داره، مدت زمان زیادی کار میکنه، ترافیک بالایی داره، قطعاً که سایت های بسیار زیادی اومدن به زومیت لینک دادن خودشون. وقتی زومیت به یک جایی مثل فلای تودی لینک میده، ارزش زیادی رو داره به فلای تودی منتقل میکنه. بریم بعدی. حالا اینجا اومده به چه وبسایتی؟ لطیفی اسپورت که اومده راجع به تردمیل فیتنس با این عدد اومده مطلب منتشر کرده، لینک داده به این مطلب. ببینید حالا اینکه چه اتفاقی میفته که زومیت اینجوری لینک میده رو به شما میگم. ببینید به صفحه latifesport.com لینک داده شده اینجا و در نهایت تمام شد. به صفحه اصلی بوده. بچه یه نکته مهم، شما به صورت طبیعی کم پیش میاد که بتونید خودتون مطالب معمولاً اگر که به عنوان مرجع شناخته بشین در زمین خودتون، سایت های دیگه به شما لینک میدن یا مطلب شما رو به نقل از شما مینویسن بهتون لینک میدن یا موارد رایجی که مثلا شما دیدین. اوکی. ولی خارج از اون سایت ها میان به وبسایت های معتبر پول میدن، میگن که این محتوا رو راجع به ما منتشر بکن و منتشر که کردی یه لینک به سایت ما بزن داخل اون محتوا و اون لینک میگم معمولاً به سمت صفحات مهم و پولساز اون وبسایت داره زده میشه و اینجا اون سایت یک مبلغی رو دریافت میکنه. بنابراین اینجا با یک چیزی به اسم خرید لینک ما آشنا میشیم. سایت ها به وبسایت هایی که لینک میفروشن پول میدن. حالا هرچی اون وبسایت معتبرتر باشه، اینجا توی گراف ما مثلا سایت بی باشه، اون سایت هزینهش بالاتره. ولی یه نکته خیلی مهم به شما بگم، هنوز بچه‌ها سئو کارای بسیار مثلا طرفدار 5 سال کار میکنه هستن که اندازه شما که الان دارید این دوره رو میبینید و در قدم مبتدی هستید، بچه‌ها میرن رو تعداد کار میکنن. هنوز شما 10 قدم از اون آدم جلوترید که داره 5 سال سئو رو غلط کار میکنه. من سایت سیم وقتی برم پول بدم و هزینه بیشتری بکنم، من حاضرم اینا چند میلیون بود با هم دیگه، اینا همش به من لینک بدن 2 میلیون از من میگیرن. درست؟ من حاضرم که ارزش همش میشه 8 که دارن به من میدن. این وبسایت اگر که به من 15 میلیون تومان هم قیمت بده، من اینو انتخاب میکنم برای اینکه ارزش زیادی داره به من منتقل میکنه. پس اینجا بحث بهینه سازی بودجه رو ما داریم بچه‌ها. اینکه تو بودجت رو توی لینک سازی چطور خرج بکنی. یه کسی هست روی تعداد داره کار میکنه، از سایت بی کیفیت میخره، فکر میکنه تعداد بالا بهتره. وقتی 100 میلیون خرج میکنه از این وبسایت ها میخره به خودش لینک میده، اون اعتبار زیادی دریافت نکرده. ولی من با همون تعداد سایت های کمتر با بودجه کمتر اومدم چیکار کردم؟ چون مجموع اینا رو در نظر بگیرید از این گرونتر در میاد یه نسبت و تناسب بگیرید بچه‌ها. من با کار کردن روی امثال این وبسایت اومدم اعتبار بیشتری جمع کردم، پس توی گوگل از اون وبسایت بالاترم. ببینید شما میتونید از عدم آگاهی متخصصین سئو اینجا به نفع خودتون استفاده کنید. خب بریم توی اسلاید بعدی. دیدیم که سایت ها به هم چجوری لینک میدن دیگه. بچه‌ها لینک سازی من دارم به شما ذهنیت و تعریف میدم الان و خیلی بحث اصلا پیچیده و کلی مباحث داخلش هم که شما مثلا این متن رو چطور بنویسید، کلمه‌ای که انتخاب میکنید که روش لینک بذارید، چه صفحات سایتتون رو انتخاب کنید که لینک دریافت بکنن. اینا
همش توی سئو حرفه‌ای وجود داره و اصلا میگم ساعت‌ها آموزش و یک دنیایی که شما در مرحله سئو حرفه‌ای میاد اینا رو قشنگ یاد میگیرید، چون اینجا قراره که از تو این دوره از قدم صفر به مبتدی برسیم. شما باید فقط ذهنیت رو بگیرید الان، درست؟ پس با گفتن اینکه این اون میره لینک پول میده اینا سئو جمع نمیشه، راستش باید بیشتر یاد بگیرید. بحث آف پیج بسیار وسیعه. خب حالا ما اینجا که دیدیم دیگه سایت ها چجوری به هم لینک میدن، برگردیم چند تا نکته مهم به شما بگم، این بخش رو با هم دیگه تموم بکنیم. چرا لینک به عنوان معیار اعتبار؟ چون محتوای مفید و معتبر سایت ها در جای دیگه بازنشر میشه. من همیشه یه مثال دارم که میزنم، اینه که برند معتبری مثل اپل رو در نظر بگیرید. این برند وقتی میاد هر سپتامبر یا شهریور ماه محصولای گوشی آیفونش رو معرفی میکنه، سایت های دیگه، همین زومیت، سایت های خارجی دیگه، سایت های تکنولوژی میان به نقل از اپل اون ویژگی های آیفون رو که اومده معرفی کرده میان میگن و لینک میدن به صفحه اپل. چون اپل سایتیه که معتبر تولید کننده اون محصوله و وقتی محصول معرفی کنه سایت های دیگه اون محصول رو میان معرفی میکنن و میگن اپل تو سایتش اینجوری نوشت، یعنی به نقل از اپل، و اپل اینجوری لینک های بسیار زیادی دریافت میکنه. پس یا اگه شما سایت پزشکی دارید، اومدید یک تحقیق پزشکی رو منتشر کردید، سایت های دیگه به نقل از شما میان مینویسن. دیدین خبرگزاری ها میان به نقل از هم دیگه مینویسن، به هم لینک میدن. اینا برای اینکه سایتی که دست اول یه خبری رو منتشر میکنه و اون خبر مفیدیه و اون سایت با کیفیت محسوب میشه، سایت های دیگه به نقل از اون میان خبره رو بازنشر میکنن و بهش لینک میدن. بنابراین این رو گوگل اومده معیار اعتباردهی به سایت ها در نظر گرفته. اگر تو سایتی هستی که معتبری، مفیدی، مطالب با کیفیت منتشر میکنی، پس انتظار میره که سایت های دیگه بیان بهت لینک بدن. پس این چراییه، این که آقا چرا لینک هم به شما گفتم. نمیشه در حوزه‌های رقابتی که رقبا در حال خرید لینک هستن، یعنی هر ماه دارن لینک میخرن، روی کلمات پولساز ما بیایم لینک نخریم و رتبه بگیریم. خیلی از کارفرماها، خیلی از متخصصین سئو میرن پروژه بگیرن، از اهمیت لینک ها مطلع نیستن و کارفرما میگه خب فعلا برای من مقاله بذار، سایتمو بیار بالا، همین رتبه میگیره دیگه. بس سئو کار میدونه که باید لینک بخره ولی از اون اهمیت حیاتی بودنش مطلع نیست، میگه که باشه 6 ماه از پروژه میگذره، هیچ رتبه‌ای در کار نیست چون هیچ لینکی خریده نشده و پروژه کنسل میشه. بازخورد بدی کارفرما میگیره و اون سئو کار به خاطر اینکه ناقص سئو رو یاد گرفته خودش رو شماتت میکنه، میگه که من این پروژه‌ام چرا نتیجه نگرفت. برای اینکه شما در یک حوزه رقابتی باید بدونی که باید لینک بخری. در حوزه رقابتی و سخت سایت ها در زمینه آف پیج رقابت دارند و لینک میخرند. بله، شما باید ببینی که در یک حوزه رقبا چه حجم لینکی دریافت کردن و میتونی بری، حالا میگم تو سئو حرفه‌ای میگیم که اون لینک هایی که دریافت کرده چجوری کیفیتش رو بسنجیم و چجوری تخمین بزنیم که ماهانه چقدر لینک داره میخره و شما قطعاً حتماً باید هزینه کنید و برید لینک بخرید. مثال میزنم، سایت هایی که حوزه‌های بسیار پولساز هستن، هرچی حوزه ها پولسازتر بچه‌ها رقابت در خرید لینک بالاتر. مثلا در سایت هایی که مربوط به خرید بلیط هواپیما هستند بالای چند صد میلیون باید شما هزینه لینک بکنید در ماه، باید بالای چند صد میلیون لینک بخرید. در حوزه هایی که مثلا ما آموزشگاه زبان داریم، همین سایت خرید ساعت دیواری که رتبه 1 دیدید، اون خودش پروژه ماست. در این وبسایت ها عددی زیر 50 میلیون 30 میلیون تومانه که لینک داره براش خریداری میشه. حالا هرچی شما بلد باشید که این لینک ها رو حرفه‌ای تر بزنید، با هزینه پایین تری میتونید لینک های با کیفیت تری بخرید و سایت رو به رتبه برسونید. این هوشمندی توی سئو هم بسیار مهمه. مثلا ما توی یک حوزه‌ای ماهی 20 میلیون تومان لینک می‌خریدیم و اون سایت بعد از 6-7 ماه واقعا رفت
رتبهش از سایت هایی که توی گوگل بودن بالاتر رفت که اون وبسایت ها ماهانه مایی 100 میلیون تومان میرفتن لینک میخریدن. فرق کار چیه؟ ما استانداردها رو میدونیم و میدونیم که چطور لینک بخریم که تو دوره جامع کامل این توضیح داده شده، آموزش داده شده، ولی اون سئوکار بیشتر رو تعداد و نمیدونه سایتی که داره ازش خرید میکنه چه کیفیتی داره، یعنی شانسی داره لینک میخره، بنابراین اون هزینهش خیلی میره بالا. کاملا واضحه که لازمه خرید لینک ساختار درست و محتوای مفیده. بچه ها هنوز سایتشون طراحیش تمام نشده میگه بریم لینک بخریم. الان شما که سطح 0 تا مبتدی هستید بهش میگید که نه، برای اینکه لازمه خرید لینک بستر آن پیج درسته، صفحات تو استاندارد چیدی رو وبسایت، محتواها رو چیدی، اصلا بالا اومدن سایت تموم شده. اگه نشده نباید لینک بخری، برای اینکه وقتی تو همه اینا رو انجام دادی یعنی یک سایت استاندارد داری. حالا برای اینکه خودتو بکشی بالا نیازمند خرید لینک هستی. وقتی سایت ناقصه تو اصلا در مرحله خرید لینک نرسیدی. همون گراف اولی که به شما نشون دادم گفتم 2 سایت در شرایط یکسان گوگل کدوم رو اعتبار میده، دیگه اون شرایط رو شما اون اولیه هم نداشته باشی که دیگه معلومه که گوگل به شما هیچ بهایی نمیده. چون سئو خارجی منجر به رتبه میشه، گوگل روی این حوزه بسیار حساسه، چون جایی که پول وسطه، پس باید کاملا طبیعی کار کنیم. چطور؟ شما نباید برید 200 تا وبسایت انتخاب کنید، روی همه اینا بدون اینکه متوجه باشید هی برید لینک منتشر کنید. باید روی روند طبیعی که سایت ها به هم دیگه لینک میدن باید برید جلو. مثال میزنم، شما سایتتون تازه تأسیسه اومده بالا و میبینید که رقیبتون تا حالا مثلا 1 میلیارد تومان لینک خریده و رتبه‌اش بالاست و مثلا سایتش مثال میزنم داره ماهی 4-5 میلیارد تومان میفروشه. شاید شما به خودتون بگید که خب منم برم الان 1 میلیارد و 200 لینک بخرم منتشر کنم، همین الان رتبه‌ام میاد بالاتر از اون و منم ماهی 5 میلیارد بتونم بفروشم. این کاملا اشتباهه بچه‌ها. لینک باید طبیعی کار بشه. سایت ها باید به مرور لینک دریافت بکنن. بنابراین سئو بازی ماراتونه، صبره، به مرور شما لینک میزنین که اینکه در چه بازه زمانی چه تعدادی و ایناش دیگه میگم تو سئو حرفه‌ای اصلا نمیخوایم اینجا باز بکنیم و تا همینجا بدونید که طبیعی کار کردن مهمه. روش‌های غیر طبیعی لینک سازی بی اثرن یا منجر به جریمه از سمت گوگل میشن. مثلا شما سایتتون مربوط به قطعات صنعتیه، دارید میرید از یک سایتی که مربوط به فروش چه میدونم فال و پیشگویی لینک میخرید. این یعنی غیر طبیعی کار کردن. چرا یک سایت فال و پیشگویی باید بیاد به شما که یک سایت صنعتی هستید لینک بده؟ پس این میشه غیر طبیعی. بنابراین این لینک ها یا بی اثرن، گوگل اینا رو ببینه اثر نمیده، یا منجر به جریمه میشن اگه شما از این کارا زیاد انجام بدید. گوگل شما رو جریمه میکنه، سیستمای جریمه داره که سئوکارا بعدن میان اگر سایتی لینک های غیر استاندارد مثلا سئوکار قبلی اون پروژه کنسل شده، یه سئوکار قبلا کار میکرد، اگه از این جور لینک ها زیاد داشته باشه یه کاری داریم که میاد لینک های دریافتی رو بی اثر میکنه، میاد اون کار رو انجام میدن. معمولا صفحات مهم سایت ها هستن که لینک دریافت میکنن. ما گفتیم اپل وقتی محصولاتش رو معرفی میکنه اون صفحه لینک آیفون 18 که داره به نقل از اون سایر سایت ها دارن مطلب منتشر میکنن و به اون صفحه بسیار مهم که محصول بسیار مهم اپل لینک میدن. و یک صفحه رقابتی توی یک وبسایت، مثلا ما اینجا صفحه ساعت دیواری رو مثال زدیم توی این آموزش، شما باید روی صفحات پولسازتون مستقیم لینک، من به اصطلاح بهش میگم لینک ریختن، لینک بریزید روش، بهش لینک بدید تا اون توی اون حوزه بتونه بیاد بالا. لینک ها روی یک صفحه مهم هستن. یه وبسایت در کل صفحاتش چقدر لینک دریافت کرده به صورت کلی هم مهمه.
پس شما صفحات پولسازتون خود به خود لینک زیاد میگیره. یعنی شما باید دیدین اونجا به اون هتل لینک داده بود سایت فلای تودی، برای اینکه میخواد از تو اون هتل توی گوگل بیاد بالا و بتونه رزرویشن هتل دریافت بکنه. اون صفحه براش مهمه. من وقتی که سایت دکوراسیون، محصول دکوراسیون دارم، روی خرید ساعت دیواریم لینک زیاد بهش میدم برای اینکه میخوام اون تو گوگل بیاد بالا. درست؟ مثلا من نمیرم یه مقالمو بهش یه عالمه مثلا 500 میلیون لینک بدم به یه مقالم که اون مقاله بیاد بالا، برای من ارزشی نداره. ولی ساعت دیواری بیاد بالا من میلیارد میفروشم، پس ارزش داره. اگرچه که شما بلاگاتونم اگه با کیفیت بنویسید، من تو دور جامعه سئو گفتم که چطور بلاگ هایی بنویسید که اصلا سایت ها بیان خود به خود به شما لینک بدن. اونا رو اینجوری داریم حتی پوشش میدیم. خیلی آدم های دیگه که تو محتوا ضعیفن، حالا یه چیزی داریم به اسم طبیعی کار کردن که میگن بلاگای تو هم باید یک سری لینک های کمی دریافت بکنه و میرن لینک براش میخرن، ولی ما اون کار رو انجام نمیدیم. حالا جلوتر تو دور جامعه که وارد شدید بهتون کامل توضیح میدم، اونا گیجتون نکنم. با مشاهده لینک های دریافتی رقبا که براش ابزار داریم، اصلا نگران نباشید. میتونیم متوجه بشیم در این حوزه چقدر رقابت وجود داره، هر وبسایت چقدر داره هزینه میکنه برای لینک در ماه. روش های بچه‌ها اینجا اومدیم سراغ کلمه کلاه سیاه، بلک هت بهش میگن توی سئو. برای لینک سازی وجود داره که به مرور زمان در آپدیت های گوگل شناسایی میشن. یک سری روش ها وجود داره که الگوریتم گوگل متوجهش نمیشه که این داره غیر طبیعی کار میشه و الگوریتمش، هر الگوریتمی یه ایراد اشکالی داره دیگه، الگوریتمش به اشتباه میاد به این وبسایت رتبه میده. بهش میگن استفاده از روش‌های کلاه سیاه در سئو. یعنی روشی که منجر میشه به رتبه گرفتن ناگهانی شما با روش‌های غیر طبیعی، غیر استاندارد، که راستش من خودم به شخصه از این روش‌ها استفاده نمی‌کنم، ولی خیلی سئو کار داریم که از این روش‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه سایت‌ها رو زود برسونن به رتبه. کسی که استاندارد کار میکنه رو بهش میگن کلاه سفید یا وایت هت. کسی هم که بینابین این دو داره حرکت میکنه بهش میگن کلاه خاکستری یا گری هت. یعنی روشاش نه اسپمه نه خیلی کلاه سفید و استاندارد و معمولیه، بینابین این دوه. من خودم گری هت رو بسیار میپسندم، به شرطی که انقدر خوب کار کنی که از آپدیت ها، چون گوگل الگوریتم خودش رو هر چند وقت یه بار آپدیت میکنه، سالی چند بار آپدیت میکنه که این باگ هایی که وجود داره که سئوکارا ازش سوء استفاده میکنن رو بیاد پوشش بده. و وقتی پوشش بده دیگه اون وبسایت ها، اون روش هایی که زدن رو گوگل شناسایی میکنه و منجر به سقوط رتبه اون وبسایت ها میشه. بنابراین چون کسب و کارها بازیچه دست ما نیستن و میخوان مستمر سایتشون استاندارد بیاد بالا و مستمر بفروشن، در عرض یه شب که گوگل آپدیت زد سایتشون سقوط نکنه، خیلی خوبه که شما روش‌های استانداردی رو جلو ببرید که ما در دوره بر مبنای تجربیاتی که داشتیم، پروژه‌هایی که روشون کار میکنیم، این روش‌ها رو به شما معرفی میکنیم. این از سئو خارجی خیلی صحبت کردیم و این فقط معرفی و آشنایی بود. توی دور جامع کاملا حرفه‌ای هر بخش از سئو خارجی رو باز میکنیم و به شما توضیح میدیم که بتونید در این حوزه که واقعا چون باید بیزنس در سئو روی سئو خارجیش پول خرج بکنه، ما یاد میگیریم در دوره جامعه سئو که بهینه بتونیم روی سئو خارجی سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه بتونیم رتبه های بهتری بگیریم نسبت به رقبا. مثلا اگه رقیب من مایی 200 میلیون داره خرج میکنه روی خرید لینکش، من بتونم با 50 میلیون تومان و روش انجام حرفه‌ای، انتخاب سایت های بهتر، بتونم رتبه وبسایتم از اون سایتی که داره 200 میلیون خرج میکنه بیارم بالاتر. و اینم از بخش آف پیج. هر سوالی دارید، این آموزش داره توی یوتیوب، آپارات، داخل وبسایت، جاهای مختلف منتشر میشه. توی کامنت ها میتونید بپرسید.